أوحى به ربيع يهمي على الروح ريا ومرفأ والأماني ظلاله وشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. و از قرآن آنچه را که شفا و رحمتی برای مؤمنان است نازل می کنیم، ولی بر ستمگران چیزی جز زیان نمی افزاید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و کفا و سلام علی عباده الذین اصطفى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خواهر و برادر عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز هم سپاس الله منان را که با ما و شما فرصت عنایت کرد و باز با هم ان شاء الله ملاقات میکنیم، در مورد مسئولیت های خود ما با بحث میشینیم. برنامه گذشته را که از استودیوی مدینه منوره با شما صحبت کردم، حالا دوباره به استودیوی هامبورگ هستم. الحمدلله همگی سر وقت و سر حال رسیدیم. تمنا میکنم که لحظاتی که با هم هستیم الله منان در حسنات ما حساب بکنه. باز هم مسئولیت های ما هست. مسئولیت های ما در قبال یک نسلی که امید داریم اینها بشریت انسان ها را به طرف سعادت و نیکبختیشان سوق بدن، کارهایی را انجام بدن که به خیر جامعه باشه، به خیر خودشان باشه، نمونه هایی بر نسل های آینده باشن. ما گفته آمدیم که اولاد ما را چه رقم تربیه بکنیم، چه رقم تعلیم بدیم، از کدام اخلاق بهره مند باشن، حقوق انسان ها را در از او حقوق الله، حقوق والدین چه رقم اینا ادا بکنن، چه حق خودشان دارن، چه حق دیگرها بالایشان دارن. آمده گفتیم در این دوره صحبت های خود ما در مورد تربیت جسمی اولاد، هم یک مسئولیت کلان به دوش پدر و مادر و مربیان گرامی هست. ما در مورد بدن فرزندای ما چی مسئولیت داریم؟ چطور کنیم که اولادهای ما بدن سالم داشته باشند؟ بدن سالمشان سبب میشه که اونها جسمشان سالم، عقلشان سالم، کارهایی که میکنن سالم، صالح میشن. یک فرد سالم در جامعه، یک فرد صالح در جامعه ایفای مسئولیت میکنه یا ادای مسئولیت میکنه. هدف ما همی است که اینا بر روی سلامتی جسمیشان هم رشد کنن، اینا بانشاد باشن، پر حرکت باشن. یک شخصیت ضعیف، یک کسی که در یک کنج خوابیده باشه، آرامیده باشه، به او شکل اولاد نداشته باشیم. اولادهای ما در صحنه حاضر باشن. وقتی از سلامتی جسم اینا برخوردار باشن، دیگه کارهایشان هم درست کرده میتونن. از این خاطر است که سلامتی جسم اولاد خیلی اهمیت در تربیت روحیشان داره. ما وقتی الله منان، الله عزیز لطف میکنه بر ما طفل سالم هدیه میکنه، ما در سالم نگه داشتن از او طفل مسئولیت داریم. بعض وقتا میشه طفل ما سالم به دنیا میآید، ولیکن کم توجهی، بی توجهی یا کم تجربگی قسم میشه که ما
او طفل از پیش ما معیوب میشه، سلامتی خود از دست میده، دست و پایش کج میشه، چشمش کمبین میشه، دندانایش ضعیف میشه، فرسوده میشه، خراب میشه، بنابراین سایر اعضای بدنش، بیرون و درون جسمش یک وقت به یک تکلیف یا یک مریضی دوچار میشه که ششهایش خراب میشه، جگرش خراب میشه، معده‌اش خراب میشه، قلبش خراب میشه. اینا هم توجه خاص میخواد که والدین عزیز مواظب و مراقب اولادشون باشن. مثلا ما در بعضی خانواده ها، نه در وضع اقتصادیشان، وقتی طفل تولد میشه او را به حساب کلمات محلی خود ما غنداق میکنن، در یک تکی اولادا را میپیچانن، دست و پایشان قسم بسته میکنن. سابقا که پمپرز یا حفاظت نبود، لطه و رابر بود، طفلکار لطه و رابر میکردن. بعد از اون مادره که عزیز بود که دستکای مبارکش رو میرفت میشوشت، باز خشک میکرد، باز که او را حاجاتش که وقتی طفل است نمیتونه بگویه که من تشناب میرم یا دستشوی میرم، بنابراین به اون ترتیب او را حفاظت میکردن. در همی بسته کردن اطفال یا در گهواره بسته میکردن، بعضی اوقات سخت بسته میکردن یا متوجه نمیشدن دستک و طفل کج می بود، بسته میکردن، او گریه میکرد، فکر میکردن گریه همیشگی است، گرسنه است یا تکلیف است، در حالی که دستکش تور خورده، پایکش کج شده. به این خاطر این طفلک های سالم اینا معیوب میشدن. و بعض وقتا در زمستان که سرد است، لباس نازک پوشاندن شه، اوگک سینه بغل شده، ششایش خراب شده، زکام شده، ریزش کرده، مثال از چیزا کم توجهی می شده. یکی است که شما توجه میکنین مریض میشه، شما باز خودتان مقصر در اون نمیدانین، اما بعض کارها میشه که شما میکنین، سبب شما میشین. بوت مثلا تنگ برش میخرین، حال پسرک یا طفلک کلان شده، راگردک شده، بود کار داره. یا وضع اقتصادی شما خوب نیست، یا ای که یک بود خوشتان آمده میخواین که مو بوده برش بپوشانین، ولی او بود پایش میزنه، تنگ است. یک وقت شما عادت دادین به او بوتک که میبینین که پایکش کج شده، یا بوت کلان میپوشانین برش که خیر از باز که کلان شدی برابر پایش میشه، اوگه که تزوک را میره، را رفتنش خراب میکنین، کج را میره یا یک رقم را میره، اوگه که خوب بوتکش در پایش برابر نیست. پس اینجا شما توجه باید بکنین. بعضی بچه ها عادت دارن که شیرینی میخورن، چاکلیت میخورن، دندانشان ناشسته خواب میشن، سبب میشه که دندان ها خراب میشن. این مادر هوشیار، پدر هوشیار مواظب است. بچه فکر دندانه که تشوشتی یک چیز سخته، یک چهارمغز را خسته سخت نمیخوای با دندانش بشکنانه. بعض وقتا چیزای سخت‌تر از او را در دهانشان میگیرن و تو میتن یا پچق میکنن، قاط میکنن. شما مواظبش نباشین، دندانکایشان خراب میشه. حال چقدر این تکلیف زیاد است، این مشکل زیاد است که در هر خانه تلویزیون است، موبایل ها است، بچه ها از طریق از او سیل میکنن، بسیار چشمشان رو پیش نزدیک میارن. شما مواظبشان نباشین، چشمکایشان ضعیف میشه. یک وقتی میبینین که شما از کار رفتیده، اینا هم مگیش مسئولیتش به دوش شما هست. شما توجه نکردین، اولاد رقم شد. شما در تربیتش بسیار، در اخلاقش بسیار کوشش کردین، اما در جسمش توجهتان نشد. شما بالاخره بچه را عیبی کردین. خداوند پرسان میکنه که مادر، پدر، اولاد همی رقم کلان کردی؟ توجه نکردی؟ بعض وقتا در آشپزخانه میرن، یک چیز تیز میگیرن یا
در روی خانه شما کارد و قاشق اینا رو آوردین، میگیره دستک خودم میبره. این بی توجهی شما هست. باید بفهمین که حالی طفل ریزه خود نمیفهمه که کارد هستی، قیچی هستی، اتو هست، دستش یک بار در آتش درو میکنه. چای چپ میکنه سر خودش، دیگه چپ میکنه خودش. چقدر شنیدین شما آشپزخانه رفته اثر آشپزخانه اثر داش اثر یک چیزی که شما نان پخته میکنین اثر کش کرده یک چیزی را، روغن داغ اثر خودش چپه کرده طفلک. اینا همگیش مسئولیتش بگردن شما هست. و یا کلانایی که دو خانه است، خوارکای کلانش، برادرکای کلانش. بنابراین همگی مواظب باشه که اگر یک طفل هست که او طفل از نظر جسمش آسیب نبینه. بعض وقتا طفلک از راه میره، پیش پایش یک چیزی رو نمیبینه، میخوره، بدان میخوره یا چشمش در یک گوشه میز میخوره. پس شما باید که مواظب ارجمندا باشین. همین رقم در مکتب بچه‌ای که صنف اول هستن شوخی میکنن، خطکش از قلم از خدا نخواسته قلم در چشمش میره. باید معلم عزیز، مربی گرامی اینا را پیش از پیش مواظب باشه، بگویه که قلم ها را در کجا بگذارن، چی رقم بدون، چی رقم بشینن، چی رقم، که دلسوزی باشه، توجه باشه، هوشیاری باشیم. خود ما، شما هوشیار باشیم، بچه هم هوشیار شون. اونو باز امیر قسم میکنن وقتی کلان شدن که مادرک محمد مواظب ما بود. هیچ وقت نشد که یک خوار ما، برادر ما بفته یا بسوزه یا یک عیبی شوه. اما بچه همسایه ما، در خانه همسایه ما کل بچه ها عیبی بودن. یکیش از بام افتید، یکیش از زینه لول خورد، یکیش چای چپه کرد، یکیش قیچی را گرفته بود روی یکیش خورد، رویش پاره شد. امثال از این چیزا. اما در این محور میخوایم که شما عزیزا را توجهتان جلب بکنم که مسئولیت تربیت جسمی اولادکا و گردن ما شما هست. ما باید مواظبش باشیم. اسلام عزیز چه راههایی را بر ما نشان میده؟ ما چطور مواظبت بکنیم از جسم و جان اولاد ما؟ حتی در خوردنشان ما وقتی مواظب جسمشان هستیم چیزایی را برشان بخورانیم که او ضرر نداشته باشه. زیاد بخوره، کم بخوره، چطور بخوره، چی کار کنه، کی بخوره، چطور بخوره، با چی بخوره. چقدر یک خوردن چقدر گپ داریم. همه تو نوشیدنش امثال از این. حالا وقتی ما متوجه شدیم که بله تربیت یا مواظبت از جسم اولاد ما هم مسئولیتش به عهده ما بوده، پس ما قسم برخورد داشته باشیم که این جسم سالم را که الله عزیز بر ما هدیه کرد این را همونطور سالم نگاه کنیم، رشد بدیم و طرف سلامتیش بره. در آغاز از این مطلب که زیادتر شاید یک قسمتش به همین وضع اقتصادی مربوط شوه، مخارج زن و فرزند به عهده پدرش است. باید که پدر خرج و خوراک زن و بچه خودشه مناسب حالشان، چیزی که با اونا لازم است بده. ما ببینیم که قرآن عزیز در سوره بقره بر ما الله سفارش میکنه جل و علا، اعوذ بالله، در وسط آیت مبارک است و علی المولود له رزقهن او کسوتهن بالمعروف.
یعنی نفقه و پوشش، لباس و خوراک که مناسب باشه، شایسته باشه، معروف، خوب باشه، که برای زنی که برای شما اولاد آورده و او شیر میته، این خوراک و پوشاکش و گردن شما هست. شایسته همون زن اولادتان باشه. شما رو به خدا از زن اولادش که دیگه کی بر آدم شایسته تر است که برش خرج کنه؟ مسئولیتش در گردن شما هست. واجب است در گردن شما، فرض است در گردن شما. اونا برای مخارج روزگار هیچ مسئولیت ندارن، زن و فرزند شما، که خودشان غم نان و آب خدا بخورن و مسکن خدا کرایش از یک جای، کلش در گردن پدر است، در گردن شوهر است، در گردن مرد خانه است. ببینیم رسول خدا صلی الله علیه و سلم جان ما فدایش به یک مثال بسیار زیبا میارن، میگن صلی الله علیه و سلم که دیناری در راه خدا میبخشی و یا در آزاد کردن برده مصرف میکنی، پول مصرف میکنی، در راه خدا میتی، یا برای آزاد کردن یک اسیر، یک برده مصرف میکنی، یا به یک مسکین صدقه میتی، و یا ای که بر زن و فرزندت خرج میکنی، معاش و زندگی زن و فرزندت میتی. کدام از اینا در نزد الله محبوب تر است؟ ارزش بالاتر داره؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم خودشان میفرمایند، میگن که همون که در تأمین معاش و زندگی خانواده خرج میکنی، پیش الله پاداشش بیشتر است. تو یک دینار بر زن و فرزندت مصرف کردی، این پاداش زیاد داره، یا یکی در راه خدا تو خرج کردی، یا یک مسکین دادی، یا یک برده را آزاد کردی. سبحان الله، امو که بر زن و فرزندت مصرف کردی، امو اجرش بالاتر است پیش الله. و همین عکس شما رو ببینیم. اگر او مرد خسیس باشه، مرد بخیل باشه، مرد سختگیر باشه، سر زن و بچه خود خرج نکنه، داره خرج نمیکنه، زندگی رو تنگ ساخته برشان، اینم تو که ثوابش اگه خرج کنه ثوابش پیش الله زیاد است، اگه سختی کرد اما تو گناهکاران میشه. ببینیم پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم اما تو دوجه تشویق کردن که اگه سر زن فرزند تو یک دینار مصرف میکنی برای مخارجشان، معاششان، پیش الله اجر از این مصرفت بالاست نسبت به او 3 وجه دیگه. اما تو اگر نکردی، اگر اونا را به مشکل روبرو کردی، سخت گرفتیشان، کالا برشان یک دفعه یک جور کالا آوردی و کالا پینه پینه شده، داری و نمیخری، داری نمیاری کنه درست نان بخورن، یک خانه تنگ و ترش انداختیشان، داری که یک خانه کلانتر برشان بخری، نمیخری، نمیگیری، اموره اجاره است یا کرایه است، هر چیزی داری نمیکنی. پیامبر ببین چقدر تهدید میکنن صلی الله علیه و سلم. در سنن ابو داود میخوانیم پیامبر علیه السلام میفرمایند برای مرد همین گناه کافی است. سبحان الله، امی بس است، امی یک گناه کافی است برش که این مورد خشم خدا قرار بگیره. همین گناه برای مرد کافی است که نسبت به زن و فرزند و افراد تحت تکفلش خسیس و تنگ دست باشد، خرج نکنه سرشان. همین گناه برش کافی است که سبحان الله. پس او کسایی که
کفالت شماست. شما مصرفش در گردنتان است. سر از اونا سختی نکنید. بتین که اونا درست زندگی بکنن، درست بخورن، درست بپوشن. در صحیح مسلم میخوانیم تقریبا به می مفهوم است. باز پیامبر میفرمایند صلی الله علیه وسلم برای مرد همین گناه کافی است که از دادن مایحتاج افراد تحت تکفلش خودداری کند. مایحتاج و ضروراتش است. نان و آب و لباس و خانه است. خودداری میکنه، نمیته برشان. امی گناه برش کافی است. مایحتاج خانواده چی است؟ ضروریات خانواده چی است؟ همین نوشیدن و خوردن و لباس و خانه است. ضروریاتی که در خانه کار میه، فرش و ظرفی که در خانه است. شما در یک بستر درست خواب شوین خوب است، یا در یک بستر که کج و پلیج باشه، سخت باشه، لیافت نازک باشه، توشک نباشه؟ کدامش؟ خدا اگر داده برای شما باید خرج کنی سر خودت. امی خرج کردن سر خودت هم این اظهار تشکری هست. نعمتی که الله داده این توی آشکار میکنی که خدای تشکر این نعمتهای بزرگ دادی، الان استفاده میکنی. تو را پت کو معنی چیز که تو نعمت الهی را تو انکار میکنی، تو پت میکنی، مثل که نداده باشه برات. نعوذ بالله. و این کار سبب میشه که خانواده هم مشکل روحی پیدا کنه، هم مشکل جسمی پیدا بکنه. پیشتر عرض کردم که اگر طفل ریزه را در گواریش شخ بسته کنه، مادرش متوجه نباشه، پایکش کج باشه، دست بوتش، لباسش، وقتی که در داخل خانه درست خواب نشوه، لیاف درست نداشته باشه که از سردی او را نگاه کنه، یا یک لیاف باشه که از عرق او را تر بکنه، در تابستان و زمستان مشکل داشته باشه و شما داشته باشین. نان درست برشان ندی، میوه درست نخورن، ویتامین درست نگیره، او چیزایی که وجودش ضرورت داره در وقتش نرسه، خب پس او ناقص میشه، او کمبود میکنه. اما تو که از پرخوری زیاد یک کس مریض میشه، از کمخوری زیاد هم مریض میشه، ضعیف میشه، ناتوان میشه. بدن شما را سعی کنین که چقدر آب ضرورت داره در یک شبانه روز و چقدر غذا ضرورت داره و کدام ویتامین ها ضرورت داره. الله منان چیزای بسیار ارزانه، در او چقدر نعمت های دیگه در او گنجانده که شما با استفاده از یک حلقه پیاز ببینیم شما را مثل که بسیار مرضها واکسین بکنه، مثل انتیبیوتیک است. یک حلقه، یک قاش پیاز شما بخورید، سبزیجات بخورین، شما میوه اگر قیمت است، یک میوه که سال است یک میوه ارزانش بخورین اگر دارین شما و نکنین، پس پیش الله مسئول هستین. او بچه ها اگر مریض شد، مادر بچه ها اگر مریض شد، اگر شیر در پستان مادر کم شد و شما سببش شده باشین، یکم که تند شدم منتها اما تو را هست یکان تو میکنن همی کاره. بعض وقتا نامش از زهد و پرهیزگاری میمانه، در حالی که نیست زهد و پرهیزگاری. زهد کردن در اسراف هست. تو اسراف نکنی، بیجا مصرف نکنی، ولی ضرورت داری که تو باید یک چیز بخوری تو نمیخوری. برای بچه ضرورت داره که بخوره، بنوشه، بپوشه. حالا اگر یک شوخی کنم، کمونستان وقتی که آمدن همین 3 تا شعار دادن: نان، لباس، خانه. همین یک مایحتاج و یک ضرورت یک خانواده است.
اون ملت مظلوم ما به می 3 چیز احتیاج داشت. شاهی که 40 سال سلطنت کرد، این 3 تا چیز برای کلگی ما نداده بود که امو کافی می بود برای ما، کفایت میکرد. البته کمبود بود که کمونیستا آمدن همین تا 3 تا شعار دادن که اگر به ما شما مراجعه کردین، اگر ما را به حیث رهبرانتان قبول کردین، حکومت ما گرفتیم، برای شما این 3 چیز میتیم. و دیدیم که اونا با 3 تا شعار چقدر دروغ گفتن، چقدر مردم ها را نانشان باز تعبیر میکردن. بله وقتی که آمدن گرفتن قدرت، نانشان باروت و مرمی شد، لباسی که برشان وعده کرده بود کفن بود، خانه‌ای که برشان بود گور بود. نعوذ بالله. نفرین به اونا که همون محتاج، همون ضرورت یک ملت نتانستن بدن، عکسش دادن، عوض نان مرمی و بارود دادن، کشتنشن. عوضی که لباس میداد برش کفن پوشاند، خانه‌اش هم در زیر زمین، در سر زمین خانه جور نکرد، در زیر زمین برش خانه جور کرد. قبرهای دست جمعی، زندانها پر بود. به هر ترتیب اگر که ما متاسفانه میبینیم اگر والدین در این چیزها کوتاهی کردن، خصوصا پدر که عزیز، همین زحمت کشیدی، پول جمع کردی، شب تا روز میتپی که یک لقمه نان حلال به دست بیاری، امیر مصرف بکن، غم صبا را نخو. او الله رزاق نان امروز داره که دادن، نان فردایتان میده. از نان امروز نزن بگذار که امروز نان خوب بخورن بچه ها. بین بریم به یک میان برنامه، بعد باز صحبت ما رو دوام میدیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در جوانی طاعت چندان نکردم ای خدا، طاعت شایسته رحمان نکردم ای خدا. در جوانی طاعت شایسته ام مشکل نبود، مشکل خود را چرا آسان نکردم ای خدا. با پدر نااهل بودم از غرور جاهلی، با برادر شفقت و احسان نکردم ای خدا. نه طواف کعبه و نه خدمت صاحب دلان، هیچ الطافی به درویشان نکردم ای خدا. در قیام و در رکوع، در سجود و در قنوت، یاد حشر و نام و میزان نکردم ای خدا. ای خدا، ای خدا. در جوانی طاعت چندان نکردم ای خدا، طاعت شایسته رحمان نکردم ای
جوانی طاعت شایسته ام مشکل نبود. بسم الله الرحمن الرحیم با سلام مجدد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما در رابطه با جسم اولادای ما صحبت میکنیم. جسمشان سالم باشه، خوب پرورش بیافن، خوب رشد بکنن، قوی باشن، صحتمند باشن. چند چیزی را که در نظر بگیریم، مثلا اگر در درست خوردن و درست نوشیدن و درست خواب کردن، در وقتش نان خوردن و در وقتش نوشیدن آب است و در وقتش خواب کردن، در وقتش بیدار شدن، این یک صحت، یک بدن صحتمند و سالم ضرورت داره. اگر میخوایم که اولاد ما صحتمند سالم باشه، به این چیزا هم توجه بکنیم. بعضی وقتا نمیفهمه اولاد، سیری خود نمیفهمه، خورده میره. بعضی وقتا هم هست که کم خور است، نمیخوره. یکی کم خور است، یکی نمیخوره. در وقتی که شما نان بخواین بخوره نمیخوره. چیکار کنین؟ باید توجه کنین که چی سببش که بسیار میخوره و اون کم میخوره یا هیچ نمیخوره. اگر شما اینا را عادت بتین، مواظبشان باشین، خلاها را پیدا کنین از چی سبب است که تو میشه، میافین شما و همیشه در اختیارتان است. پیش چشمتون رو کارم میکنه. اگر شما یک روز مواظبش باشین که این چی میکنه، بعد از شما سر کلاها را میافین. بعض وقتا بچه ها میبینین مادرش میگه بیا وقت نان دسترخوان آور کردن، اون نمیاد، اشتها نیست. حال پدر قهر میشه یا مادر قهر میشه، کشش میکنیم، بزور سر دسترخوان میشونیم، دانش درو میکنیم، حتی حلقش بیچاره که پاچق میکنیم، یگان وقت میزنیمشان که بخور و میخوره. بعض وقت اگر کمک زوراوری بکنه میکشه از دان خود، باز یک سیلی جانانه داریم برای علاشیش میخوره. بعض وقتا هم هست که بچه عادت داره که شما را فقط گرد دسترخوان بدوانه. لقمه نان در دست شماست، بگی دان تواز کو، بگی دان تواز کو، امیده و شما از پشتش هستید. نه در جان شما نان میشینه، نه در جان خود هست. خب اول از پرخوری شما متوجه باشین که خود پرخوری سبب بسیار مشکلات دیگه میشه. خصوصا رسول الله صلی الله علیه و سلم توصیه میکنن. امام حنبل و امام ترمذی اینا روایت میکنن در کتاب‌های حدیثشان که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن شکم بدترین ظرفی است که از طعام پر میشه. وقتی بدترین میشه که پر شود و اگر شما جلوش دستتان نداشتین پر میشه. بازو وقت هست که بدترین ظرف میشه. اگر یک معده نباشه کجا شما زندگی کرده میتونید. بعضی مسکینکایی که از معده تکلیف داشتن، معده‌کایشان عملیات کردن، خرد کردن، اونا رنگکایشان زرد است، نان کم میخورن، نمیتونن، جای نیست. ولیکن اگر که پر شد، رسول خدا میگن که بدترین ظرف معده است یا شکم است که از طعام پر میشه. برای آدمی همان قدر خوردن کافی است که پشت راست دارد. اما خب بخورین که شما کار کرده بتانین، با قوت کار کرده بتانین، شیمه و قوت کار و پیشبرد زندگی رو داشته باشین. این نان خوردن، طعام خوردن بر عزیز، بر پر کردن شکم نیست. یک دوست ما بود زیاد نان میخورد، یادش بخیر. باز یک کسی دیگه از دوستای ما بود، باز او را میگفت که نامش میگرفت که فلانی جان وقت سیر شده، این بر خلاص کردن میآید. یعنی او راستی خلاص میکردم، غوری را خلاص میکرد.
معده مثل که بگویم گنگس بود. یا اگه کس شوخی میکنه میگه معدهش تا قف پایش است، هیچ پر نمیشه، خورده میره، سیر نمیشه، سیریش نمیفهمه، عادت کرده. آله پیامبر عزیز در دوام صحبتشان میگن که اگر غذا خوردیم، بیشتر گفتن عمق بخوره که پشت راست داشته باشه، ضرورت خود ادا کرده بتونه کار خود به قوتی که انرژی که میگیره از غذا برای پیش برده کار و بار زندگیش است. آله غذا میخوریم، اگر غذا خورد باید ثلث شکمش باید معدهش سه تقسیم کنه. یک قسمتش برای نان طعام، یک قسمتش برای آب، برای چیزای نوشیدنی، یک قسمت دیگهش خالی بگذاره که سلامتیش تأمین شود. سبحان الله. او جایی را که پر میکنه باز میده یا شکم بدترین ظرف میشه. اما قسمت خالی بانیم، سوم حصه میده ما خالی باشه برای سلامتی وجود ما. سبحان الله. بعضی دوستا میگفتن که یک قسمتش هم برای نفس کشیدن بانید، کلش پر نکن. دو قسمتش آب و نان شد، یک قسمتش خالی بانین که سلامتی شما تأمین شود. این نسخه است که پیامبر عزیز میفرماید. بنان او پسرکایی که در وقت نان اشتهایشان نیست، شما یخچال واز است، هر کس داخل آشپزخانه میشه، یخچال باز میشه، چاکلیت است، شیرینی است، هر چیز از بچه ها وقت و ناوقت وقتی کوره میخورن، شما متوجه نمیشین. اونا در وقت نانی که شما لازم دیدین مثلا 4 تا شب است اون ساعتی که بزرگا میان برای نان خوردن، اونا اشتهایشان خراب شده، چیز خوردن که دیگه میل به خوردن ندارن. اون وقت است که شما اذیت میشین، اونا خودشان اذیت میشن. پس مادرک خدا که متوجه باش که بچه وقتی که طرف یخچال میره چی میکنی، به چی میری، باز رفتی چیز نگیری، حالا وقت نان است، باز اون گپت بشنوه، نشه که گپ خودت برش مفهوم نداشته باشه. برو مادرم خو میگه دیگه بسیار که گفت یک قفاق میزنیم من خو میخورم، ولی کن او را شما عادت بتنگ نید جانم نخو. خیر است، روزه اول سخت است کار برتان، مقاومت میکنه بچه است، نزنینشه، داد نزنین سرش، به خوبی. بچه ها اگر از خوردی به خوبی گفته شود برشان عادت میکنن، ضرورت نمیشه که شما پتکه کنین سرش. اگر بسیار مجبور شدین طرفش که سیل کردین، سیلتان عادی نبود، او میفهمه که شما در حال قار شدن هستین، نمیکنه دیگه، از او زیاد شما را مجال نمیده که بزنینش یا داد بزنین، میفهمه که حال وقتش نیست، دست میبردار از او کارش. اگه شما هر دقیقه که طرف زدینشه دیگه دفعه مجبور هستین که یک چیز سخت بزنینش، بالاخره اون چیز سخت هم بی اثر میشه، با او طرف دیگه نرین شما. پس شما اونمو زمینه هایی را که بچه میره خودش در وقتی که مناسب نیست میخوره یک چیزی، بچه است اشتهاش اونم وقت آمده، یا بر از اونا شما یک پروگرام خاص دیگه جور کنید که کت شما اگر نمیخورن نان، که به نظر من این کار خوب نیست، باید کلگی در دسترخوان بیاین بشینن. ما یک ضرب المثل داریم، میگه در دسترخوان پدرش کلان نشده. یک آدم بیادب وقتی که میبینن که بسیار دستوشوری میکنه، میگن در دسترخوان پدر کلان نشدنی، پس کلگی در دسترخوان پدرش بیای بشینه. از اونجا بسیار چیزها رو میآموزیم ما. اشتباهات ما در سر دسترخوان، کم از کم پدر و مادر در سر دسترخوان مواظب ما خود بودن، از اونجا بسیار چیزها رو یاد میگیریم. بچه‌های ما را عادت بدیم که در وقت دسترخوان هوار میشه امو وقت بیایم. ما برای از که
همین پرخوری ما را به طرف مریضی میبره، جلوی پرخوری را میگیریم. در پالوش دیگه چیزا سبب میشه که ما از خوردن، وقتی که در وقت خوردن ما مریض شویم. ممکن است که ما میوه میخوریم یا سبزیجات است، اینا اگر که ناشسته باشه سبب مریضی میشه، باید اینا رو بشوییم. بچه‌ها رو هشدار بدیم، بچه‌ها گوش کنین این چیزا، کاهو مثلا، مثال چیزایی است که باید شسته شود. دستتان شستین بچیم، امیال از بیرون آمدید، امیال دستک در پایت زدی، امیال در زمین زدی دسته، برو جان پدر دستک بشوی، برو مادر جان دستک بشوی. گوگا همین خودش وقتی در سرخان آور شود دیگه شما برای ضرور نیست بگین خودکش می دستکش میشوی میایه. شما وقتی که دیدین که نان اگر که بی وقت میخوره یا پشت هم میخوره، سبب از این میشه که معده‌اش خراب میشه، دل درد میشه، دلش بد میشه، زود تشناب میره. پس دمی غذا را در وقتش شما توجه کنید. چی کار شد کی کار شد، وقت خاصه برش مشخص کنید که در اونمو وقت همون صحتش هست، همون بدنش هست. شما مواظب مسئولیت تربیه بدنی هستین که بچه که من از خاطر که یک چیز ناشسته بود، یگان خود شما هم تنبلیتان میگیره یک چیز را بیارین بشوین، پاک بشوین. یک او میپرتین زر انگور برو بیار بچیم، یک او کشش گو بیارش. او در بیرون سر بازار بوده، گرد و خاک ششته بوده، میکروبایی که در بیرون بوده در یک او انداختن و پاک نشده. تنبلی شما سبب شده که بچگک مریض شود، تب کنه. ما از خوردن و نوشیدن گفتیم که چه رقم بخورن، 6 تا بخورن، استاد بخورن، چند دفعه بخورن، اینا رو گفتیم. پس ما در طریقی هستیم که این به بدنش آسیب نرسانه. این خوردنی ها ورخطا نخوره، داغ نخوره. بسیار وقت تون پخته میکنین برای خودتان، تفلکا رو از تون میدین، هوای چشمشان میبره. یگان وقت همونام سبب میشه که کنون نخوره. خب شما مراعات کنین اهل بیت. خواب است، شما مواظب خواب بچه ها هستین. خود خوابم سر جسم انسان خیلی اثر میگذاره، سر صحت انسان. بعضی کسا وقت و ناوقت خواب میشن. ببینید در روز وقت کار است، وقت درس است، گنگس است. چی شده تو رو بچه؟ اون شب بیدار خواب بودم، شب خواب نبردی، یک چیز میگه. به خواب چقدر سر بدن، سر جسم انسان تاثیر داره، سر صحت انسان تاثیر داره. حتی طریقه خواب، وقت خواب، اگر خواب در وقتش صورت بگیره، اگر کمم باشه او پوره میشه. شما 1 بجه شب اگر خواب کنین تا 1 بجه روز خواب کنین، شما را خوابتان پوره نمیشه. اگر که 9 بجه شب خواب کردین، ولو 3 بجه شب بیدار شوین، شما خوابتان پوره شده. طب میره ثابت میکنه که در کدام اوقات شب انسان اگر خواب کنه، 1 ساعت خوابش برابر چند ساعت خواب غیر از او وقت است. خوشا به کسایی که وقت خواب میشن، وقت بیدار میشن. دین ما به ما میره دستور میده شب وقت خواب شون، نصف شب بخیزین برای تهجد بیدار شوین. سبحان الله. در وقتی که بدن ضرورت به خواب داشت، شما خواب کردین، او پوره شده، انرژی خود گرفت. حالا شما پولو بگردین، چشمتون باز میشه، بیدار میشین، میبینین که ساعت 2 ساعت دیگه به نماز صبح مانده. وقت تهجد خوانی شماست. وقتی است که با الله راز و نیاز میکنین. وقتی است که ضروراتتون از الله میخواین. کل خواب هستن، شما بیدار شدین، با الله راز و نیاز میکنین. شما اگر در جریان روز اگر خواب میشین که 1 ساعته، ممکن است که بعضی کسان نتونن نسبت به کاری که هست. در همین دنیایی که ما شما زندگی میکنیم، کارم قسم آدم ها از دل خودشان طرح کردن، نقشه های ما هست.
اون نقشی را که الله میته، دین ما میته، او نیست. از ساعت 8 مثلا تا 5 تا 6 وقت رسمی کار است. اگه کار قسمی می بود که بعد از نماز ظهر یک چشم خواب میشد انسان، یک تفریح میدادن برش، باز بیدار میشد تا وقت کار میکرد. خوی برنامه است که خود انسان برای خودش جور میکنه، ولی که خیرش ده او نمیفهمه. همین میگه خیرم است، در حالی که میبینیم خیرش ده او نیست. خواب چه رقم خواب کنیم؟ پیامبر عزیز میگن صلی الله علیه و سلم به طرف راست خواب کنیم، طرف چپ خواب نشین، سر قلبتون فشار میاد، نفس کشیدن براتون دشوار میشه. سبحان الله. طبیب هستن، حال بعد از 1000 سال دکترها میگن که باید طرف دست راست انسان خواب شود. ولی حالا که ما شما چیزهای دیگه هم برازون میگیم، چند چیز اضافه میکنیم در وقت خواب ما. ببینیم پیامبر عزیز صلی الله علیه و سلم چی میفرمایند. این در صحیح بخاری و صحیح مسلم میآید. از براء ابن عازب رضی الله عنه میگن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که قبل از رفتن بر رخت خواب یا به بسترتان وضو بگیرین. سبحان الله. شما یک بار دست رو روی پایتان هم میشویید. سبحان الله. این خودش یک آرامش جسمی برای شما میاره، روحتان هم آرامش پیدا میکنه. اون گرد خاکی که در دست رویتان شیشته بود امرال پاک میکنه. حالا به خاطر خواب کردن شما میرین وضو میگیرین. اگه اون طرفش فکر کنیم، اگه بیدار نشدین، شما با وضو رفتین به طرف الله، جانتان وقتی تسلیم کردین که شما وضو داشتین. قبل از رفتن به رخت خواب وضو بگیر، پیامبر میفرمایند صلی الله علیه و سلم. سپس بر جانب راست دراز بکش، دست راستت، و بگو، گپ بزن که الله، خدایا تمامی وجودم را به تو تسلیم کردم. سبحان الله. شما در بسترکتون میدارین میگیم خدایا به تو خدا تسلیم کردم. روی به جانب تو گرداندم، امرم را به تو سپردم، به تو توکل کردم. سبحان الله. کار من به تو رها کردم، توکل من به تو کردم، روی من به طرف تو شد، خود من از سر تا پایم بر تو تسلیم کردیم. به دلیل رغبت به تو و رهبت از تو هیچ محل پناه و نجات نیست بغیر از تو. پناهگاه دیگه ندارم خدایا، راه نجاتم پیش تو هست و تو خدا تسلیم کردم. به کتاب تو که نازل کردی، به پیامبر تو که فرستادی ایمان آورد. سبحان الله. و میگن که اینمی آخرین کلام تو باشه که دیگه چشمکت پت شده و خواب کردی. این چی نازنین خواب هست. نه میترسی، نه تشویش داری، نه از فردا میترسی که فردا چی خواهد شد. به یک کس خودت سپردی که او همه چیز در اختیار از او است. این خواب جسم تو را تندرست نگاه میکنه، در پالیزی که روحت قوی میکنه. قلبت آرام است، بدنت آرام است، خورخور نمی کنی، کس دیگر اذیت نمی کنی، طرف راست خواب استی، به الله سپردی خودت. یا او مختصر جمله که میگم بسمک اللهم اموت و احیا، به نام او اللهی که میمیرانه و باز زنده میکنه. ما یک بار اقرار میکنیم که قیامت هست، مرگ هست، میموریم و باز زنده میشیم. سبحان الله. تا بسترکت که در آمدی یک مرگ هست، پس که زنده میشی دوباره قیامت توست، پس زنده شدی. اما الحمدلله میگم در دنیا هستم، حالا باز خدمت میکنم، باز عبادت الله میکنم، باز بر انسان ها خیر میرسونم.
مادرک وظیفه تو سنگین است. اولادا قدرت اگه نفهمن اونا نیکبخت نمی باشن، بدبخت میشن. تو شب بیدار میشی، بچگک ها خو هستن، یکی لیاف از سرش زده، یکی پایش کج شده، یکی گردنش کج شده. مادرک میاد اینا را راست میکنه، لیافکایشون میپرته، سرکایشون سله میکنه، یگان وقت محبتش میاد روی یکشون بوسه میکنه. و مادر که خدا پرست است، خدا ترس است، یک بار دستک خدا بالا میکنه، خدایا ایگه کار تو حفظ بکن، ایگه کار تو هدایت بکن. مادر جان تو چقدر مقام بالا داری. امروز یک چیزی رو میشنویدم، یک شیخ یک عالم میگفت که اگر پسر یا دختر از خواب بیدار شود در حالی که پدر و مادرش ازش خوش باشن، راضی باشن، الله منان 2 تا دروازه رو از بهشت برای باز میکنه. اگر فرزند بیدار شود و پدر و مادر ازش راضی باشه، الله رحمان 2 تا دروازه بهشت برش باز میکنه. این چه سعادت است. و مادرکی که شب بیدار شد یا عادت کرده بیدار میشه، صدای یک پسرکش میشنوه، دخترکش میشنوه و چپ میخیزه، میدوه سر بسترشون که چی شده، قریب است از تختش بفته، اوگه که قسم میکنه که دیگه لول نخوره، لیافکایشون جور میکنه. اگه این اولاد قدر تو رو نفهمه مادر جان، خوشا به حال او اولادی که صبح بخیزه و 2 تا کسایی که کلیای بهشت دستشان است، پدر و مادرش، اینا ازش خوش باشن، راضی باشن. برعکس اگه اولاد صبح بیدار میشه و پدر و مادر ازش ناراض باشه، الله قهار، الله جبار 2 تا دروازه دوزخ برای خوش باز میکنه. نعوذ بالله، نعوذ بالله. اولادکا عزیزای من، مادرکایتون آزار ندین، پدرایتون آزار ندین. این پدره که مسئولیت داشت که جسم تو را هم درست پرورش بده، او مادره که مسئول تربیت جسمی تو بود. حالا تو کلان شدی، حالا تو سر پای دستادستی، حالا اوگکا به تو ضرورت دارن که تو در خدمتشان باشی. اونا وظیفهشان انجام دادن. نگذار دروازه دوزخ برای خود باز شود. از الله تمنا که خدایا همیشه پدر و مادرم از من راضی باشه، نه تنها صبح که میخیزم، شب و روز پدر و مادرم از من راضی باشه. خوشا به حال او فرزندی که قدر پدر و مادرش بفهمه و در خدمت اونها باشه. طبعا وقت عزیزای من شما خواب میشین، خواب درست شوین، در وقتش خواب شوین، بیهوده وقت ما رو سپری نکنیم که تا نصفای شب بعضی کسا عادت دارن، پدر مادرها عادت پیدا کردن که پشت تلویزیون میشینن یا مقابل در دستشان این موبایل هایشان است، واتساپ است و امثال از این چیزا مشغول هستن. نقصه مادر است، نقصه اولاد است، هر کس در جان خودش است. بچهای ریزه را مال میبینین یک گوشه شته اونمو رو سیل میکنن. نکنین، زندگی را خراب میکنن، نظام زندگی از پیشان میره، میشاره. هر کس باز در او خانه به خاطر یک خورد و نوش میآید، خانه برش رستوران میشه، خانه برش هتل میشه که خواب کنه و بخوره. دیگه از آدمگری و اجتماعی که در او خانه بود، محبت بین اعضای فامیل بود، اینا همگیش گم میشه. نکنین این کار، خصوصا خانه که آمدین وردارین این چیزا کاره.
بسیار اگر شما عاجل بسیار ضرور کار دارین، خب 1 ساعت تعیین کنین برش. وقت خوابتان درست خواب شوید. بعضی کسا میره در بسترش کتمی میره تا وقتهای شب او را میبینه. صبح میخیزه کسل، تکه تکه مانده، جسمش هم از بین رفته، روحش هم خراب شده. خب مسئولیت باز او وقت خود هر کس داره. حالی که به دسترس پدر مادر هستین شما به تربیه پدر مادر ضرورت دارین، گوش هم کنین گپای پدر مادرتون. که پدر مادر باز در وقتی که شما رو میخواد تربیه جسمی کنه خودشان اذیت نشن، خودشان از جسمشان بیزار نشن. بعض وقت پدر مادرها هستن خودشان رو بددعا میکنن، از دست بچه‌ها بددعا میکنن خودشان. خدایا من نتونستم بچه‌ها رو درست تربیت کنم، خدایا مرا بگی. یگان دفعه از دان پدر مادر میبرایم میگم. ولیکن پدر مادر عزیز نگوین تو کپار شما، مقاومت داشته باشین، شیر خانه باشین، شما درست مواظب کارتان باشین، نظام خانه را نگذارین از دستان پاشان شود. هیچ کس را اجازه ندین که شما اگر یک نظم درست کتابی مطابق سفارشات پیامبر عزیز ما اگر در خانه یک نظام آوردین، این نظام دیگر کس را اجازه ندین خراب کنه. بریم به یک میان برنامه و تلفن ها را باز میکنیم. عزیزا صدایشان بکشن، چیزایی را که من کم گفتم زیاد گفتم شما جور کنین. این مسئولیت خود ما و شما هست، پیش میبریم کار ما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. أوحى به الآيات ربيع يهمي على الروح. بسم الله الرحمن الرحیم. خواهر و برادر عزیز، السلام علیکم و رحمت الله. ما در رابطه با تربیه جسم ارجمندان ما صحبت میکنیم. امیدوار هستم که از تلفن ها استفاده شود، شما هم صدای مبارکتان بکشین که پروگرام ما برکتی شود. تا که شما متوجه این شماره تلفن میشین، ما یک دو جمله دیگه هم میخوایم بگویم که یکی از ضروریاتی که انسان جسماً به او محتاجش هست دوا هست، دعا هست. انسان مریض میشه، بچه ها مریض میشن، شاید هم او به توجهی پدر مادرش نباشه. یک مریضی آمد گرفت، خب دوا و درمان. اینطور نگوییم که خدا مریضی را که داده دوایشان بده. توجه بکنیم. اگر توجه نکنیم باز مسئول هستیم. حال شاگرد ما، بچه ما، دختر ما مریض شد، پس بریم به سراغ طبیب و دوا. خود دواها یک اثر بسیار عمیق سر مریض دارن، سر مرض دارن. بسیاری دوا هست که وقتی روز استفاده میکنن مریضی از بین میره. ببینیم رسول الله صلی الله علیه وسلم، این هم امام مسلم و هم امام احمد و در دیگر کتب حدیث هم می آید که از حضرت جابر روایت میکنن. پیامبر علیه السلام میفرمایند که هر بیماری دارویی دارد، یعنی هر مرض یک دوا دارد. اگر مصرف شود و اراده الله عزوجل، او مریضی او بیماری از بین میره. هر مریضی از خود یک دوا داره. حتی حال دوایی بسیار که غربی ها او را پنهان میکنن، اگر سرطان باشه، اگر مریضی های بسیار خطرناکه که میگن دوا نداره میکشه نفره، ولی دوا هم داره. هر مرضی به گفته پیامبر عزیز ما یک مژده هست.
هر مرض یک دوا داره. اگر او مصرف شود تشخیص شده این مرض اینی دوایش است. اگر کسی دواها را پنهان نکنه به خاطر تجارتش که مریض ها مریض باشن که اونا معاینه خانه‌شان هم رونق داشته باشد، دوا فروشی هم دوای مسکن داده میرن برش. و در جای هم میخوانیم که پیامبر عزیز صلی الله علیه وسلم میگن، در نظر پیامبر عزیز صلی الله علیه وسلم یک تعداد از عربای کوچی آمدن یا بادیه نشین آمدن و گفتن که ای رسول خدا، آیا برای شفای امراض میشه که از دوا استفاده کنیم، از دارو استفاده کنیم؟ مردم سوال میکردن، میخواستن یک کس اونا راهنمایی بکنه و راهنمای بهترین راهنما بهشان پیامبر عزیز بودن صلی الله علیه وسلم. آمدن از صحرا آمدن پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم، یا رسول الله، آیا برای مریضی را از بین بردنش دوا استفاده کنیم؟ پیامبر عزیز میگن صلی الله علیه وسلم، ای بندگان خدا، از داروها استفاده کنید و بدانید که خدای تعالی برای هر مرض داروی یا دوای قرار داده. و فقط دوام حدیث است و فقط یک بیماری است که دارو ندارد، دوا ندارد. برای هر مرض الله یک دوا دارد. خدای تعالی برای هر مرض یک دوای، یک داروی قرار داده. فقط یک مرض است که او دوا نداره. اینا پرسان کردن یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، او کدام مرض است؟ پیامبر فرمودن که پیری دیگه دوا نداره، که پس جوان شود آدم. گرچه در غرب بسیار دواها رو میتن بر کسایی که پیر است جوان میشن، او بیچاره کار پولش میگیرن. جوانی که رفت، برفی که سر بامتان افتید، ما وارد پیر شدین، دیگه جوانی ما نمیاد. جوانی هم نعمت هست، دوره هست. به او خاطر شما عزیزای من، جوانای عزیز، این دوره را قدرش بفهمید، دیگه نمیاد. بنابراین پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم میفرمایند که هر داروی، هر مرض دوا داره. ای بندای خدا، از دواها استفاده کنین. موسی علیه السلام روایت هست که مریض شدن و دوا نگرفتن، گفتن خداوند بر من مریضی را داده، دوایشم خدا میده. موسی کلیم الله، پروردگار میگه ای موسی، اگر دوا را نخوری جور نمیشی، شفای تو در دوا هست و او پیامبر است صلی الله علیه وسلم. طبعا که خدا مرض که میته دوایشم خدا میته، ولیکن این تعلیم است، درس است بر دیگه بنده ها هم که وقتی مریض شدین به سراغ دکتر و دوا برین، طبیب پیشش برین. ما برای از اینکه جسم اولاد ما سالم باشه، ما مواظب باشیم. پیش از پیش بعض دردها هست که ما دوایش تخمینا پیش خود می داشته باشیم. مثلا اسهال است، قبضیت است، تب است، زکام است، ریزش است، دلدردی است، سردردی است. مثلا بعضی سردردی ها دلدردی ها فرق میکنه که هر رقم دوا برش آدم نگیره، ولی این دواهای بی ضرر هم هست، دواهای طبیعی هست، گیاه ها هستند که اونا ضرر ندارن، فایده دارن. شما عزیزای من، پدر و مادر، وقتی شما در آشپزخانه نمک و مرچ و مساله‌ای برای لذت دادن و غذاها دارین، بعضی چیزها رو هم در آشپزخانه نگاه کنین که اونا دوا هستن. حتی برای کلانا دوا هست. مثلا کسی بود میگفت شما در سلات که میکنین، یه وقتی که مثلا کاهو گشنیز میدین، شبت پرتین، در دیگ شبت پرتین که خون شما را هم، چربیای خونتان او از بین میبرن.
این مادرک در خانه در آشپزخانه داشته باش. بابی اولادار رو سفارش که بابا امروز که تو پیاز و کچالو میاری شبتم بیار. یعنی شما پیاز و سیر ببینین اینا چقدر مفید است. دیگه سبزیجات که ویتامین ها و فلان چیزهای زیاد دارن. شما باید که مطالعه کنین ببینین که همین سبزیجاتی که ما میخوریم اینا اگر بسیار سرخ شود ضرر پیدا میکنه. اگر که سالم پخته شود، جوش داده شود، آبش نریزیم بیرون، اینا چقدر یک بار باید من حیث یک دوا، من حیث یک چیزی که در خانه ضرور است نگاه بکنین. بعضی میوه ها هست که دوا هست. وقتی موسم از اون میشه شما امو میوه ها رو نوش جان بکنید. مثلا آل اگر ما چیز اضافه نگویم مثل که مد شد که روغن سیادانه یا خود سیادانه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میره میگفتن برای هر مرض دوا هست. آل الحمدلله طب جدید میره کشف کرده. آل در دواخانه شما روغن سیادانه میافین. همین در خانه داشته باشین. شما شاید دفعه اول بدخور باشه، بچه ها را عادت بدین، کم کم بتین. او مثل انتیبیوتیک وجودش مقاومت در وجودش پیدا میکنه در برابر بسیار میکروب ها. یک برادر بود میگم من میخورم حال دیگه من حساسیت داشتم در برابر بسیار چیزا. موسمی که حساسیت تولید میکرد اون موسم میامد من 24 ساعت از دماغم از چشمم آب میریخت. سر و کارم که دکتر و دوا بود، ولی از وقتی که اینو میخورم الحمدلله حساسیتم گم شده. این چیزا رو شما در خانه نگاه کنین. جوانی بادیان دارین، چی چیزای دیگه است که شما خانما میفهمین اینا رو. این در خانه‌تون باشه. من یادم میاد در زمان پادشاهی ظاهرشاه بود، در بدخشان و تخار تفلکا زمستان بود، راه بند شد، طیاران پرواز کردن نمیتونست. دیپوهای وزارت صحت آمد در شهرها مثل که متوجه نبودن یا نبود، خلاص شده بود. کسی میگفت که نام دوای فراموشم نشده باشه، سیبازول بود، یک چیز بود. بچه ها شب تب میکردن، تبشان به حد بالا میرفت، صبح میمردن. صدها طفل در همون دو ولایت فوت کرد. کسایی که پدر مادرایی که اگر زنده باشن به یادشان هست. و او قیمت از دوا شاید که 1 روپیه امو وقت 10 تا از او دوا میداد تو دواخانه. حکومت خواب برده. طفلکای معصوم تب میکردن میمردن. شما مدرکات در گوشگک آشپزخانه تان در یک جای یک الماریک برای دوا یک چیز جور کنین، یک صندوقچگک، یک جایی که از استرس بچه ها دور باشه که اونا خدا نخواسته نرن اونا رو نخورن. یک جای از دواهایی که معروف است میگن دوای یونانی. ما در طب نبوی ببینیم که چقدر داروهایی است که کلش شاید هم که به حساب پول بگیرین خیلی ارزش در یک یورو یا در یک ریال یا در یک افغانی ممکن است چیزا رو آدم به دسترس داشته باشه. اونا رو به خاطر اولادتان، به خاطر خودتان بسیاری وقتا شما با این مشکلات روبرو میشین. اونا رو داشته باشین در خانه‌تون. میگفتن که دوران ظاهرشاه عجب دورانی بود، جنگ نبود. خب مردم تفنگ نداشت دستشان که جنگ میکردن. در همون صلح و صفایی که بود همین حکومت نالایق چی کار کرد برای ملت مسکین؟ شما رو به خدا یک دونه سیبازول تفلک تب میکنه صبح میمره. این جواب پیش خدا کی میده؟ عمر رضی الله عنه میگفت اگر در بغداد یک بز در راه پایش در کدام چقوری بره الله روز قیامت از عمر پرسان میکنه. اونا مسئولیت داشتن، اونا درد داشتن، ملت از خود میدانستن، مثل اولاد خود میدانستن. اونها رو بر ما میگفت پدر معنوی است. این پدر معنوی که اولادش پیش چشم ما میمرد.
یک دانه 3 بازو رواداری نمیکرد. خداشان پرسان کنه. ما برای از که اولادکای ما صحتمند باشن، دماغشان میگن بادام بخورن. شاید دیگه پای ما بعض عزیزا بگوین که شما از دل سیرتان دیگه پا را میزنید. تا جایی که امکان داشته باشه این کارا بکنه انسان. بعضی چیزا هست شاید پول کار باشه. بادام میگم شاید بادام قیمت باشه. ولی میتونی که شما هر روز بادام بخورید. 2 تا 3 تا بادام برای یک تفلک بر دماغش، ذهنش آماده میسازه. قوت فکری برش میسر میشه. 4 مغز است مثلا. به هر ترتیب رسول الله صلی الله علیه و سلم، باز هم امام احمد و امام ترمذی میگن که ابو هریره رضی الله عنه پرسان کردن یا گفتن از رسول خدا پرسیدم صلی الله علیه و سلم آیا دعایی که با آن مرض را دور میکنیم و یا دوایی که مرض تداوی میکنیم یا درمان میکنیم و یا مانع مبتلا شدن به یک مریضی میشیم، آیا اینا تقدیر الهی را میتونه تغییر بده؟ پرسان میکنن صحابی مبارک جلیل القدر حضرت ابو هریره رضی الله عنه. پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم میگن که چیزایی که گفتی خود جزء تقدیر الهی هستن. همین تقدیر الهی رفته که تو دوا میگیری که مرض گم شود، یا دعا میخوانی که مرض خداوند برطرف بکنه، یا پیشگیری میکنی که یک مرض نیاید شامل حالت نشه، واکسین میکنی خدا. همین هم خودش جزء تقدیر الهی است. اراده الهی بوده که تو میری دوا میگیری، به اراده الهی که گرفته نمیتونی. پس پدر و مادر عزیز، ببینیم که کدام عزیز زن میزنه. برنامه رحمت. السلام علیکم. سلام علیکم استاد محترم. برنامه رحمت است. علیکم السلام خیر. بله برنامه رحمت است، بفرمایید. استاد محترم یک سوال دارم، اگر گوشی تنور داریم سوال دارم. گوشی را ما چی رقم میبردارم خواهر عزیزم؟ اگر سوال محرمانه است میشه که بعد از برنامه شما زنگ بزنین. خیلی هم یک سوال است. سوالی که اگر چیز مهم نیست که دیگران اگر بشنون استفاده میکنن باز سوال بکنید. نه خیلی باشه باز بعدا. اوکی. بعد از برنامه شما دمی شما را زنگ بزنین، من گوشی را میگیرم. تشکر. لطف کردین. خدا حافظ. شما بیننده های عزیز مثل که تلفنتان فراموشتان شده. بنابراین پدر و مادر عزیز، مربی های محترم، شما امی سفارش هایی که پیامبر عزیز میکنن برای دوا و درمان، اینا یکی از اصول عقیدتی ما هست. ما این رو باور داریم که یک مرض دوایی داره، باید دوا رو بگیریم، بی پروا تیر نشویم که خدا وقتی که برای ما مرض داده خودش جورم میکنه. ما باید که دنبال تداوی و درمان بریم. خب ما در تربیت جسمی اولادای خود ما باید که خیلی تپ و تلاش بکنیم. یکی از این راه ها برنامه رحمت. السلام علیکم. سلام علیکم. میتونم یک سوال کنم از مراسم؟ بفرمایید. سوال بکنین، مستقیم با ما صحبت میکنین شما. نه من برای همین نفر که تلویزیون گپ میزنه که خود از یا گپ میزنم. اما خودش مست برادر عزیزم.
خب سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. ما بدونم پیشتر شما فرمودین که از بینی چشم آدم کاو میره امو کدام دواست کنم اون رو من نفهمید شخصی دواست کدام میخورد طبعی کس. بسیار خوب بسیار خوب. دیگه چیز پرسیدنی نیستین؟ نه نمیده پرسیدن. بسیار تشکر. مثلا اون دواست چیست؟ بسیار خوب یادداشت کردم. ما گفتم که بعضی عزیزا حساسیت می داشته باشند در موسمی که خصوصا در اروپا یک موسم است که حساسیت ها طور میخوره. در اینجا برادر میگفت که من از روغن سیادانه استفاده کردم. هر روز هر صبح یک قاشق از امو من نوش جان میکردم و وقت موسم حساسیت ها آمد الحمدلله دیگه من حساسیت نداشتم. به نام روغن سیادانه یا حب سودا. امید است که در بازار شما پیدا کرده بتانید. حال یکی از بنامی رحمت السلام علیکم. بله استاد گرامی سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. سلمان رحمت بیتم صحت شما خوب است؟ زنده باشین خواهر عزیز بفرمایید صحبت کنید. ما یک سوال داشتم من نمیفهم سوال شنیدیم اما نمیفهم جوابش از نگاه دین اسلام چطور است. بله. سوال ما است که مثلا یک نفر موتر میزنه مسلمان یا غیر مسلمان بله. و این بعدا همین قلب ازی یا شش همین گرده یا جگر ازی سالم می باشه اینا انتقام میگیرن و مریض مثلا به کسی که ضرورت دارن برازون میدن. بله. ما نال مسلمان ها به حساب از کدام مسلمان همی داده شوه اجازه داره قلب ازی به غیر مسلمان داده شوه یا چطور؟ خواهر عزیزم کاش که شما سوالای مربوط به همی گپایی که چون من به فکر استاد گرامی که نظر به این مثلا یک طفل ضرورت می داشته باشه یا یک جوان در این حساب ما متاسفانه این سوال من طور تخصصی جوابش برای شما دادن نمیتونم. خدا ناخواسته کدام چیز اشتباهی از پیش من نشوه. ایره شما اگر در برنامه وصال حق یک برنامه داریم سوال پاسخ روزای دوشنبه روزای دوشنبه شما اگر برنامه را تعقیب کنین یک جان تشکر خواهش میکنم. از توجه شما تشکر خواهر عزیز. تشکر یک جان تشکر. مهربانی کردین زنده باشید. ما برای سالم نگه داشتن جسم اولادای ما به سپورت و ورزش هم ضرورت داریم. بچه های ما دخترای ما باید که جسمشان هم در حرکت شود. بسیار چیزا هست که انسان میتونه از او طریق جسمش قوی بسازه سالم نگاه کنه. برنامه رحمت السلام علیکم. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الحمدلله خیر شما خوب هستین؟ الله شکر. ما نام سید جلال است. ما یکان وقت در بله میشنوم صحبت کنین میشنوم. برنامه رحمت است؟ بله 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 بفرمایید آقا صاحب شما صحبت کنین. بله خدمت اولاد یک صحبت میکنم. ما خودم هستم صدایتون مستقیم میشنوم. خوش اولاد صاحب بسیار برنامه بسیار که آمیزنده است. بچه‌های منال میشه شود زنده باشین تشویق میکنین خیر ببینین. برای شما خداوند رحمت بکنه همیشه کنه. آمین آمین. به شما هم خداوند حفظتان کنه برادر عزیزم. سلامت باشید. بسیار تشکر لطف کردین محبت کردین. سلامت باشین. خدا حافظ. سلام علیکم. برنامه ما آهسته آهسته به طرف پایان میرسه. ما به سلامتی جسم اولادای ما توجه بکنیم. بعضی سپورت ها هست، بعضی ورزش ها هست، مثلا دوش هست، آب بازی هست. در خود خانه وقت ادمان میگیم سپورت که
بدون از اینکه کدام چیزی را بلند کنیم دست پای ما را شور میتیم. بعض وقتا شما میبینید در تلویزیون هم نشان میتن، بعض چیزا هم در مکتب هم میگه پاره یاد میکنن. خب شما هم بچه ها را یگان وقت بتپانین جسمن و حرکت بیارینشان که اونا از نظر جسمی هم تمام وجودشان در حرکت باشه. ما در کتب احادیث زیاد میبینیم که پیامبر عزیز صلی الله علیه وسلم ما را برای سپورت و ورزش تشویق کردن. دوش خودشان دوش میکردن، همراه بیبی عایشه دوش کردن، بیا گفتن مسابقه بکنیم رضی الله عنها. و آب بازی را تشویق میکردن، تیراندازی را تشویق میکردن، این چیزایی که هم برای جسم فایده میرسان هم بر روز مبادا به درد میخورد. حالا بعضی سپورت ها هست که مثلا سپورت هایی هست که چه رقم انسان از خودش دفاع کرده میتونه، اگه کس سرش حمله بکنه چطور از خودش دفاع کرده میتونه. بعضی سپورت ها هم هست که اونا شاید که از نظر اسلامیش درست نباشه. مثلا ما بوکس داریم که میزنن در روی یکی دیگهشون میزنن. خود زدن در روی از نظر اسلامی بسیار کار بسیار یک گناه هست. روی بسیار یک جای مبارک هست، او را ما ضربه میزنیم، او را افکار میکنیم، او را تقریبا بگویم او را آسیب میرسانیم، برش مجروحش میکنیم. و از وقتا چشم پاره میشه، دهن میشکنه. اینا نیست، اینا ما نداریم، از اینا به خدا پناه میبریم. من فکر میکنم که وقت ما پوره است. من از عزیزا خداحافظی میگیرم با تمنایی که تا برنامه آینده همه ما سر حال باشیم، صحتمند باشیم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین. خداوند یار و مددگار شما. شب و روزتان بخیر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. أوحى به ياتي ربيع يهمي على الروح ريا ومرفأ ينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. و از قرآن آنچه را که شفا و رحمتی برای مؤمنان است نازل می کنیم، ولی بر ستمگران چیزی جز زیان نمی افزاید. Mm-hmm.